در قدم نخست قبل از اینکه صحبت را شروع کنم باید بگویم من نه طرفدار طالب هستم و نه طرفدار این و آن که به خود مصدر فکری جور کردید، بلکه حق حق است و باطل باطل. مگر یادتان رفت زمانی که طالب لنگی خود را بالای چوکی در چهارراهی پشتونستانوات کابل می ماند، کسی از ترس شور نمی خورد و امنیت عام و تام دکانها و تجارت همه برقرار بود. یک پسر بچه 15 ساله طالب امنیت یک ناحیه و حوزه را به دوش می گرفت و کسی جرأت نداشت که طرف ناموس کسی چپ نگاه کند. به مجردی که می گفتی او بچه کجا هستی هیچ دیده نمیشی، می گفت دست نزن که وضو دارم، بیا بریم که وقت نماز است. حال بیا پورا کن. 46 کشور کفری در عقبشان 150,000 اردوی ملی و امنیت بیروزگار و بی صلاحیت و دستنگر، ولی نه ناموست در کوچه در امان است و نه اولادت در راه مکتب، خانه و جایدادت که در حضور خودت قباله شرعی می شود و جیبت از شر کیسه‌بران پل ریش می خورد و به خاطر یک موبایل به قتل می رسی. فحشا و شراب و بچه بازی و لواط و رقص و دزدی و فساد و بیعدالتی و فقر و سگ جنگی و مرغ جنگی و بودن جنگی و تخم جنگی و رشوه و باجگیری بیداد میکنند. در زیر هر سنگ و کلوخ هم هزاران مجاهد کبیر و قهرمان ملی و جنرال و دگروال و قماندان از غیرت و شمله افغانیشان که ماشاءالله دیگه نگو به کیلو، همش بر میگردد به تطبیق نظام کفری. از نظام دموکراتیک غیر از این دیگر چی میتوان انتظار داشت؟ رسوایی جنسی حاصل 18 سال تطبیق دموکراسی در کشور است. دموکراسی تا این دم اقشار مختلف را به قربانی گرفته است. تعداد زیاد مردم که امروز زیر خط فقر قرار دارند به سبب تطبیق دموکراسی است. سیستم طبقاتی در نظام دموکراسی به دلیل تجمع ثروت عده محدود را به قله رفاه می رسانند، بالعکس تعداد کثیری را به بردگی کشانده محتاج لقمه نان می سازد. آمار سرسام‌آور بیکاری باز هم از نتیجه تطبیق دموکراسی است. مشقت فرار از کشور، تحمل خم و پیچ کو، دشت، دریا و سپردن سینه در مقابل گلوله در صفوف جنگ از ناگزیری و بیکاری مردم است. فساد اداری، مواد مخدر، اعتیاد، ناامنی، فرار از منزل و دهها مشکل دیگر از موارد است که از بطن دموکراسی تولد شده است. تازه تشت رشوه جنسی در برابر شغل و نمره کامیابی در دانشگاه ها از بام دموکراسی پایین افتاده است. این تنها مورد کوچک افشای کثافت دموکراسی در دل دولت است. اوج فساد در شرکت های خصوصی، نهادهای مدنی، مؤسسات داخلی و خارجی، هتل ها، پایگاه های نظامی، شفاخانه ها، دستگاه های مخابراتی، ورزشگاه ها و غیره مانند یخ زیر آب میماند که پنهان باقی مانده است. افغانستان در طول تاریخ خود به این حد بی غیرت، بی عزت و رسوا نشده بود، بلکه برای دفاع از عزت و ناموس خود با هر ابرقدرت رزمیده است و در این راستا قربانی های بسیار را متحمل شده است. در 18 سال گذشته چی برنامه های صورت گرفت که مردم در مقابل ناموس و عزتشان اینقدر بی‌پروا شدند و در مقابل بزرگترین رسوایی ناموسی سکوت اختیار کردند. قطعاً از تأثیرات تهاجم فرهنگی غرب است که دیگر مردم توجه به عزت خواهر، خانم و حتی مادر خود ندارند. هرچند شاید تلاش های فردی برای حفظ آبرو عزت خانواده ها صورت گیرد، اما فایده ندارد، چون این از نتایج تطبیق دموکراسی است و طبعا راه حل آن نیز مبارزه بر علیه دموکراسی و مفکوره های آن است. عزت در اسلام است، ذلت در غیر از اسلام. برادران و خواهرانم، بیایید یک قدم پیش به خاطر اصلاح خویش.
آه